سلام مجدد خدمت دوستان گرامی. همونطور که با همکارانم در ارتباط بودین و صحبت داشتین، قراره توی این وبینار ما تخصصی راجع به CFA صحبت بکنیم که اصلا CFA چه مدرکی هستش، چه موقعیت شغلی های شما میتونین داشته باشین و اصلا و از همه مهمتر CFA به درد چه کسانی میخوره. توی این وبینار اختصاصی CFA ما خواستیم از یک عزیزی هم دعوت بکنیم که تخصصی تر راجع به CFA با ما صحبت بکنه. کسی که هم خودش CFA داشته باشه و تخصصی توی این حوزه کار کرده باشه. خیلی از شما دوستان ممکنه که با دکتر سلیمانی، دکتر محمد حسین سلیمانی آشنا باشید. ایشون مدیر عامل و مالک هلدینگ هستند و در کنار سایر مدارکی مثل دکترای بیزینس و فوق دکترای آینده پژوهی CFA لول 3 دارن. به خاطر همین در ادامه وبینار هم از ایشون حتما دعوت میکنم که به جمع ما اضافه بشن تا بتونن از تجاربشون تو زمینه CFA و تخصص کاری که دارن انجام میدن بیشتر با ما صحبت بکنن. فقط در ابتدای کار با هم یک مروری داشته باشیم سر اینکه اصلا CFA چه چیزی هستش. CFA در واقع معتبرترین مدرک بین‌المللی تو حوزه سرمایه گذاری هستش. مدرکی که از آمریکا صادر میشه و این مدرک به قدری معتبر هستش که هر کسی که این مدرک رو داشته باشه خیلی راحت میتونه برای مهاجرت، موقعیت شغلی های بهتر و سایر موارد اقدام بکنه. حالا در ادامه من دعوت میکنم از خود دکتر سلیمانی که بیشتر بتونیم از تجارب ایشون استفاده بکنیم. فقط یک لحظه باید اجازه بدید و اگر هم در زمینه CFA این مدرک چه چیزی هستش، یعنی که اصلا خودتون راجبش اطلاعاتی داشتید، تحقیق کردین، برامون اینجا بنویسین که دکتر سلیمانی به جمع ما اضافه بشه. مسئله نداره. ما توی این وبینار دقیقاً می‌خوایم راجع به CFA صحبت بکنیم که شما بتونید بیشتر با این مدرک آشنا بشین و سایر ابهام و چالش‌هایی که ممکنه داشته باشین. بسیار عالی. و الان هم دکتر سلیمانی به جمع ما اضافه شدن برای اینکه بتونیم بیشتر و تخصصی‌تر در حوزه CFA از ایشون بپرسیم. با توجه به پیامی که شما دوستان دارین میدین، اکثریتون آشناییت چندانی با CFA ندارید. اینکه اصلا CFA چه چیزی هستش، چه موقع شغل‌هایی میشه داشت. دقیقاً توی این وبینار ما کامل راجع به این صحبت
سلام دکتر، وقتتون بخیر. سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که خوب باشید. ظهر جمعتون هم بخیر باشه. و اما تصویر شما رو نداریم جناب دکتر. یک لحظه اجازه بدید من تصویر رو بست کنم. حالا تصویر منو دارید؟ بله تصویرتون هست. دوستان هم اگر تصویر و صدا هست خیلی بسیار. جناب دکتر، توی این وبینار CFA ما خواستیم تخصصی در راجع به این مدرک صحبت بکنیم. به خاطر همین در واقع من شما دعوت کردم که توی این وبینار هم شما حضور داشته باشید که هم مدرک CFA دارید و از همه مهمتر تخصصی تو حوزه سرمایه‌گذاری دارین کار میکنید که بتونیم در واقع سوالاتی که راجع به CFA داریم، مباحثی که هستش رو بیشتر برامون باز کنید که بتونیم از تجربتون استفاده بکنیم. فقط خیلی همانی در خدمتتون هستم. صحبتی هست بفرمایید که من سوالاتم رو شروع بکنم. نه مسئله نیستش. فقط سلام عرض میکنم خدمت حاضرین عزیز. امیدوارم خوب باشید. امیدوارم که در این وبینار بتونم اطلاعات خوبی رو بهتون بدم و کمک کنم که حالا عزیزانی که قصد مدرک CFA رو دارن یا میخوان در زندگیشون پیشرفت کنن بتونم حالا در حد توانم اطلاعاتی که هست رو در اختیارتون قرار بدم که بتونید انشالله ازش استفاده کنید و باعث موفقیتتون بشه. در خدمتتون هستم. خیلی هم عالی. جناب دکتر، تقریبا وقتی من بیوگرافی شما رو میخوندم از تقریبا سال 2012 میشه که تو فضای بازارهای مالی مخصوصا فضای بورس آمریکا و حالا بورس‌های بین‌المللی دارین تخصص کار میکنید. یعنی هم علمش رو شما دنبال کردید و هم تجربه کاری رو دارید. در این صورت شما فکر میکنید CFA چقدر تو موفقیت شما تاثیرگذار بوده و اصلا آیا نقشی تو تجربه شما روی عملکرد شما داشته؟ میشه یکم تو ابتدای کار اینو بیشتر برامون باز بکنید؟ بله حتما. من زمانی که حالا فضای ترید و بازارهای مالی رو شروع کردم، خب مثل خیلی از عزیزان که توی این فضاها دارن کار میکنن ابتدا خب با تکنیکال آشنا شدیم طبیعتا. اون زمان هم مثل الان انقدر دسترسی به منابع و اینها نبودش. حالا یک سری کتاب‌های آقای مساف بودش که خوندم و تازه بروکرهای فارکس وارد ایران شده بودن. موقع کار میکردم و حقیقتا خب اون فضا یک سری مسائل و چالش ها داشت که من هر کاری میکردم توش موفقیت نمیرسیدم و بعدش تصمیم گرفتم اون مسیر زندگیمو ببرم سمتی که شرکت سرمایه گذاری داشته باشم و بتونم در فضای بین‌المللی کار کنم. یک دوراهی بودش در حقیقت بین اینکه مثلا دانشگاه رو تو ایران خیلی حرفه‌ای ادامه بدم و اینکه برم CFA بگیرم و من تصمیم گرفتم که CFA رو بگیرم و واقعا هم خیلی تاثیرگذار بودش. مثلا من توی مراودات بین‌المللی که داشتم، صحبت‌هایی که با کشورهای مختلف و آدم‌های مختلف توی جاهای مختلفی داشتم، CFA همیشه یک اعتباری به آدم میده که کلا قابل قیاس نیستش با هیچ مدرک دیگه‌ای که مثلا خب من تو ایران. صدای منو دارین شما؟ بله صداتون کامل واضح هستش. خب خیلی عالی. خب تو ایران من رفتم دکترا گرفتم، ارشد MBA خوندم و خیلی از درس‌های مختلف، ولی اون CFA هر جای دنیا، چه حالا بحث علمیش جدا، اینکه اقتصاد یاد گرفتم، کلی چیزهای مختلف یاد گرفتم که اصلا قابل قیاس نیست با خیلی از موارد، ولی توی فضای بین‌المللی اون اعتباری که به آدم میده، مثلا می‌خواستیم ثبت شرکت کنیم، می‌خواستیم مشتری جذب کنیم، می‌خواستیم با یک کسی میتینگ داشته باشیم، پارتنرشیپی داشته باشیم با شرکتی، این CFA داشتنه همیشه میگفتن خب این آدم یک آدم یعنی جزء خواص حوزه سرمایه گذاریه و خیلی یعنی بدون CFA واقعا مسیر انقدر هموار نبود. حالا با CFA هم خیلی بگید مثلا فرش قرمز پهن کردن نه، ولی این خیلی کمک میکنه که آدم چه داخل ایران چه خارج ایران یک هویتی داشته باشه. من تو دانشگاه تهران مثلا صحبت که می‌کردم، یه بار که از اساتیدم خب من نمی‌شناخت،
داشتیم صحبت می‌کردیم گفتم من CFA دارم، کلا فضای ذهنیش عوض شد، اون اعتباری که میده و اون ارزشی که داره خیلی بهم کمک کرد حقیقتا تو این سالها. پس یعنی هم خود مدرکش مهمه، هم اون تجربه‌ای که شما تو بازار مالی کار میکنید و بهتون تجربه رو میده. درسته؟ ببینید مدرک CFA، حالا اگر کسی که خودش نخواد یه کارهایی انجام بده، مثلا من شرکت سرمایه گذاری اینا بزنه، شاید به خودی خود مدرکش کمکی نکنه، چون شما دلیلی نداره مدرکش رو داشته باشه. حالا واسه رزومه اینا خیلی خوبه، ولی CFA یک چون استاندارد بین‌المللیه و حالا از زمان بنجامین گراهام که اینو پایه‌گذاری کرد و اومد جلو، اتفاقی که میفته توش اینه که شما بعد از اینکه CFA رو میخونی تقریبا چیزی نیستش که تو حوزه سرمایه گذاری و مالی بلد نباشی و اون علمی که بهت میده خیلی علم سطح بالاییه. مثلا شما بعدش هر کتابی بخونی، هر جایی به قول معروف سمیناری بری، ارائه داشته باشی، اصلا یک سطح علمی بهت میده که تو بازارهای مالی حالا میخوای کار کنی، در هر صورت اینجوریه که مطمئنی که یک چیزی بلدی، یعنی چیزی که داری میخونی درسته. کلا آدم وقتی داره این مسیر رو شروع میکنه همیشه شک داره که آیا دارم کار درست رو انجام میدم، آیا دارم مسیر درستی رو میرم. و CFA دقیقاً همین فرمه که شما با یک استاندارد بین‌المللی آشنا میشی، میگی خب این درسته است. حالا اینکه شما موفق بشید دیگه بستگی به تلاشتون و چیزهای مختلف داره، ولی این خیلی نکته مهمیه که شما یک استاندارد بین‌المللی رو بروید و همه چی رو تقریبا بلدید و باهاش هم کار میکنید، پولم در میارید. پس برداشتی که من از صحبت شما داشتم این بود که اگر من نوعی که بخوام یک استاندارد اصولی تو حوزه بازار مالی رو طی بکنم، بهترینش CFA، یعنی تو مسیر CFA قرار بگیرم. درسته؟ قطعا. یعنی اصلا شما هر جای دنیا بخواید تو حوزه سرمایه گذاری نامبر وان بشید، CFA اومده یک استانداردی گذاشته که توی شما نرید چیزهای مختلفی رو بخونید. حالا یک سطح خیلی عجیب و غریبی هستش که مثلا تو فوق دکترای مالی آدم باهاش روبرو میشه، تو بحث پروفسوری و اینها، ولی تا اون سطح واقعا CFA یک سری اصول داره، از تحلیل سهام، از اقتصاد، از حسابداری، از بحث‌های کمی، از بحث‌های هوش مصنوعی، بحث‌های اوراق قرضه، آلترناتیو اینوستمنت، انقدر چیزهای متفاوت و متنوع داره که شما مطمئنید که همه چی رو بلدید و از اونها حالا استفاده می‌کنید واسه اینکه پول در بیارید و کلی هم موقعیت شغلی روبروتون قرار میگیره دیگه. خب در این صورت میشه که از بیشتر توضیح بدی که مثلا چه افرادی تو فضای سرمایه گذاری یا کلا تو فضای بازارهای مالی CFA رو دارن؟ مثلا چه اشخاص درسته، افرادی که در سطح دنیا مطرح هستن خدمتتون بگم. درسته، افراد معروفی که هم CFA دارن و هم تو این حوزه دارن کار میکنن. توی فضای بین‌المللی خب خیلی افراد هستن که CFA دارن. تو خود شهر نیویورک نزدیک 9000 نفر CFA دارن، توی شهر تورنتو کانادا 7000 نفر CFA دارن، تو دبی خیلی ها CFA دارن، توی هنگ کنگ، سنگاپور افراد مختلفی هستن CFA دارن که حالا من با یک سریشون در ارتباطم، الان بهتون معرفی میکنم. توی ایران اما این فکر کنم دغدغه افرادم باشه که این ایرانی ها چه کسایی CFA دارن. کسایی که CFA لول 3 دارن تو ایران خیلی کمن، تقریبا انگشت شمارن. مثلا مدیر سرمایه گذاری شرکت کیان فکر کنم بشناسیدش، تو حوزه بورس و کار میکنه، آقای نوریان، ایشون CFA دارن و یکی از کوفاندرهای کلا کیان هستن. یا مثلا مدیر سرمایه گذاری شرکت کاریزما تدبیر، یعنی کسایی که تو ایران هستن مدیران ارشد سرمایه گذاری هستن که لول 3 دارن. حالا مثلا لول 3 که دوباره تو ایران میشناختم، دوستم بودش و الان کاناداست، آقای نائینیه که لول 3 دارن، الان تو کانادا تو قسمت سرمایه گذاری دارن کار میکنن. دکتر احمدی CFA لول 2 دارن. حالا اینها افراد معروفی هستند توی کامیونیتی مالی ایران. اما توی فضای بین المللی شاید معروف ترین آدمی که CFA داشته باشه آقای هوارد مارکس که ایشون تقریبا فکر کنم 4 میلیارد دلار نت ورث دارن. سرمایه‌شون کلی، حالا شرکتشون بزرگ، پورتفولیو منیجر دارن. حالا میتونم الان یه اسکرین هم شیر کنم براتون که باقی افراد هم که حالا دوستان بخوام باهاشون آشنا بشن، الان لینکدین هم باز کنم. یعنی
سایتی وجود داره که مثلا نشون بده که چه شخصی مثلا چه مدرکی رو داره، تو چه موقعیت آره شغلی قرار آره داره؟ آره اینو آره الان امکانش همین. آره همین الان من براتون بهتون نشون میدم که یه ذره میدم. ذهنیت عزیزان هم نسبت به این موضوع باز بشه. مسئله نداره. فقط یک لحظه من اجازه بدید من لینکدینم رو باز کنم. خب لینکدین یک کامیونیتیه که عزیزان آشنایی دارن دیگه، مخصوص یعنی یک فضای مثل اینستاگرام یعنی حرفه‌ای‌تر برای فضای کسب و کار هستش و آدم یه رزومه هاشون رو میذارن و اینها. شما تو لینکدین یه سرچ ساده هم بزنید CFA، افرادی که خودشون CFA دارن نشون میده. حالا من چند نفر که در ارتباط هستم باهاشون نشون میدم بهتون، بعد افراد دیگه هم میشناسم. الان لینکدین هم اومد بالا الان براتون. تصویر من تصویر شما هست ولی صفحتون رو هنوز به اشتراک نذاشتید، برای ما هنوز نشون نمیده. داره لود میکنه. الان داره لود میکنه. نیومده هنوز. خیر. حالا من توضیحاتشو بدم تا صفحه‌ام به اشتراک گذاشته بشه. شما توی لینکدین الان، حالا اون کسی که دارم ارائهش میکنم صفحه من بیاد، خانم ون رویج، ایشون وایس پرزیدنت بلک راک هم. بلک راک بزرگترین شرکت سرمایه گذاری دنیاست و خب ایشون CFA دارن. اجازه بدید من اینو دوباره شاید مسئله از این هستش، یعنی که مثلا افرادی که تو شرکت بلک راک، ونگ واتر، گلدمن ساکس، این افرادی که حالا هستن اصولا CFA داره. مدیریت پورتفولیو در زمینه تحلیل سهام که هستن، اینها CFA لول 2، لول 3، لول های مختلفی شو دارن که الان دارم. حالا اگر این شیرینگش فعال بشه هم یعنی متوجه شدم من. با CFA های بفرمایید. مختلف، level های مختلفی از CFA میتونن موقع شغل های مختلفی داشته باشن، درسته؟ بله ببینید شما حالا فکر میکنم به خاطر پالیسی لینکدین نمیشه شیر کرد این رو، نمیدونم چرا، ولی این رو امکان شیرش رو نمیده. حالا یه صفحه دیگر هم من براتون تست کنم، ولی به صورت کلی شما با CFA لول 2، لول 3 شغل های خیلی خوبی توی فضای حالا صداتون قطع و وصل میشه. سرمایه‌گذاری. اینو لینکدین نمیذاره، نمیدونم برای چی، ولی کاش میشد که براتون شیر کنم. حالا خودتونم تو فضای لینکدین برید، خیلی راحت، خیلی قسمت جالبی بودش که کامیونیتی رو بهتون معرفی کنم. مثلا آقای میرزازاده الان توی لینکدین هم هستش، ایشون تو لندن هستن و جزء قسمت یک توی شرکت سرمایه گذاری نسبتا بزرگ کار میکنن. یکی دیگه از کسی که باشه در ارتباط هستم CFA لول 3 گلدمن ساکس دارن کار میکنن و فقط متاسفانه امکان شیرش نمیدونم واسه چی الان، حالا یا از لینکدین یا از این نرم افزاری که نمیذاره شیر کنم. و الان من دوباره چک میکنم. حالا شما بخواید سوال بعدی رو بپرسید، من دوباره این رو امتحان میکنم انشالله که بشه. صدای من رو دارید؟ صدای من رو الان دارین؟ بله بله. شما اشاره کردین به موقع شغل هایی که افراد میتونن داشته باشن. کسی که CFA داشته باشه چه موقع شغل هایی میتونه حالا توی حوزه شرکت سرمایه گذاری یا جاهای دیگه داشته باشه؟ البته من حالا خودم، شما یک توضیحاتی ارائه بدین در این زمینه، من ادامه
بدم سالم. ببینید اصولا کسایی که حالا مدرک CFA رو دارن چند تا شغل هستش که من از لول پایینش میام تا لول بالا تو فضای بین‌المللی دارن. شما به لینکدینشون هم مراجعه کنید میتونید ببینید مثلا توی شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها، مخصوصا اینوستمنت بانک ها، شما میتونید تحلیلگر سرمایه گذاری باشید. یه شغل نسبتا خوبه با درآمد مثلا ماهیانه بین $8,000 $7,000 رنجش، مثلا سالی $100,000 کلا پرداختشون، یعنی خالص حقوقش به غیر از حالا بونس های اینایی که دارن دیگه. این حالا چیز معمولیشه. یعنی که مثلا بحث تحلیلگر سهامه که اینم تو همون رنج یک درآمد منطقی داره. پیشرفته ترش پورتفولیو منیجره که $150,000 $200,000 $250,000 در سال پرداختی داره. بعدش یه ذره لول بالاترش پورتفولیو منیجر سنیور، یعنی کسی که هد پورتفولیو منیجر است که تقریبا سالی $300,000 یعنی ماهیانه مثلا میشه نزدیک $30,000 که مثلا ماهیانه فکر کنید مثلا 1.5 میلیارد میشه. 1 میلیارد 1.5 میلیارد پول ما، حالا به پول اونم میشه ماهی واسه $30,000. اینجوری هستش. البته اینا میگم پایه حقوقاشونه. مثلا یه دونه شغل دیگه هم هستش اینوستمنت بانکر، اون دیگه خیلی لول بالایی داره تو وال استریت و بقیه کشورها، نزدیک $400,000 که مثلا سالی 20 میلیارد شما در نظر بگیرید پرداختیشونه. و البته دیگه خب ممکنه تا مثلا $4 میلیون $5 میلیون هم بره با توجه به شرایطی که هست. مثلا شما بازدهی خوبی رو سرمایه میگیرید و اینها، اینا رشد میکنه. این به صورت کلی شغل هایی هستش که یک کسی که CFA داره میتونه مثلا توی شرکت های سرمایه‌گذاری تو بانک داشته باشه. و البته اینم بهتون بگم کسی که CFA داره توی دبی بهش مجوز میدن شرکت سرمایه‌گذاری بزنه، تو کانادا بهش مجوز میدن، تو آمریکا مجوز میدن، چون مجوز شرکت سرمایه‌گذاری گرفتن کار ساده ای نیستش و با CFA این مجوز رو میدن که در حقیقت این اتفاق بیفته. من خودم حالا خواستم یه سرچ ساده ای انجام بدم توی اینترنت که ببینم کسی که CFA داشته باشه چه موقع شغله هایی میتونه داشته باشه. چون اشاره کرده بود که سایت لینکدین، دقیقا توی لینکدین هم که من رفتم همون سرچ ساده بالا CFA رو زدم. حالا هر کشوری، مثلا توی آلمان، تازه یک کشور اروپایی، دقیقاً بیشتر کسانی که تو حوزه در واقع حالا بحث سرمایه گذاری هستن، حالا بتونن خودشون یک شرکت سرمایه گذاری تأسیس بکنن یا تحلیلگر بازار مالی باشن یا همون اینوستمنت بانکینگی که شما اشاره کردین، دقیقا بیشتر افراد با گرفتن CFA میتونن وارد این حوزه های شغلی بشن و این خیلی جالب بود که افراد میتونن تخصصی تو همون حیطه کاری که در واقع علمی که دارن شغل داشته باشن. این خیلی خوبه به نظرم. دقیقا خود سایت CFA هم اگه حالا الان اجازه بده ما این شما تونید شیر کنید، خود سایت CFA هم این امکان رو داره که مثلا شما میتونید شغل هایی که برای کسایی که CFA دارن رو ببینید. یعنی خودش میاد شغل معرفی میکنه، میگه مثلا شما الان توی آمریکا مثلا فلان شرکت داره استخدام میکنه، نیاز به کسی داره که CFA لول مثلا 3 CFA لول 2 بیا مثلا براشون اپلای کن. که فکر میکنم یک مسئله نرم افزار داره که کلا اجازه شیر کردن نمیده. الان شما صفحه منو دارید؟ من CFA هم خواستم بیارم، اجازه میخواید من صفحه آره شما اگه بتونید شیر کنی، شاید سیستم من مشکل داره. شما میخواین تست کنید به عزیزان نشون بدید که مثلا کسی هم خواستش بعداً احیانا واسه CFA اقدام کنه مسئله نداشته باشه. صفحه من رو دارید الان؟ من که ندارم. میخواید از عزیزان گفتگو رو باز کنید بپرسید. تا صفحه رو میارید میخواید این چت رو باز کنید که عزیزان اگه سوالی دارن بپرسن. دوستان صفحه رو شما دارین؟
بسیار عالی. من اسکرینتون رو منظورتونه، اینکه صفحه بله بله. لپتاپتون؟ من صفحه لپتاپ رو ندارم. اگه عزیزان دارن که صفحه لپتاپ گویا دارن عزیزان، بفرمایید. بسیار. دقیقا توی سایت CFA هم که شما فرمودید و الان اشاره کردید من رفتم و کسانی که حالا موقع شغل‌هایی که کسی که بخواد CFA داشته باشه چه چیزی هستش رو قشنگ اینجا اشاره کرده. مثلا کسی که تو خود ونکوور یا کانادا CFA لول 1 رو هم داشته باشه خیلی راحت میتونه تو موقع شغلی بحث سرمایه گذاری وارد بشه. این هم خیلی جالب بود که با CFA لول 1 هم تو کانادا شخص میتونه موقع شغلی خیلی خوبی داشته باشه. دقیقا یکی از دوستان من، حالا اون زمانی که ما CFA میخوندیم من نرفتم همون موقع خارج از کشور، ایشون کارمند بانک بودن، رفتن کانادا و یه سواد فکر کنم لیسانسی هم تو حوزه مالی داشتن و رفتن و اونجا تونستن یه شغل خوبی بگیرن و حالا الان فکر کنم سهشون هم گرفتن CFA لول 3 شون. خب بریم مبحث بعدی، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. خب ولی اینجا یه سوالی ایجاد در واقع پیش میاد که خب کسی که CFA داشته باشه یه موقع شغلی خوبی هم داشته باشه چه درآمدی اصلا براش وجود داره؟ چقدر میتونه درآمد داشته باشه؟ درآمدها رو خدمتتون گفتم، بین مثلا $100,000 در سال هستش تا 300-400,000 دلار نرمالش این هستش، یعنی اون عددی که نرماله انقدر هستش. حالا ممکنه بیشتر بشه، ممکنه کمتر که نمیشه، همینه. ولی شغل هایی که هستش تو این رنج درآمد داره. فکر کنم تو سایت بین المللی هم برید نوشته باشه، مثلا سایت گلاسدور من میدونم این اطلاعات رو میده. حالا شما اگر سایتی دارید میتونید به عزیزان نشون بدید. دقیقا اتفاقا یه سایتی هم هست، سایت salary.com. جالبه که کسی که حالا بخواد تو حوزه اون بانکینگ وارد بشه چه درآمدی میتونن این اشخاص داشته باشن که من الان هم باهاتون به اشتراک میذارم ببینید. مثلا این دقیقا تو همون حوزه بحث سرمایه گذاری که شما فرمودید، اینوستمنت بانکینگ هستش. یا من صفحه نمایشتون دارم. سفر دارید بله مثلا بله. متوسط افراد بخوان یک درآمدی داشته باشن حالا هوش در واقع 300,000 دلار، دقیقا بالای 300,000 دلار میتونه درآمد داشته باشه. یا یه سایت دیگه هم بود، حالا برام جالب بود که با دوستان هم به اشتراک بذارم که افرادی که مثلا تو حوزه بانک باشن چطور چه درآمدی میتونن داشته باشن. و جالب بود که این اشخاص سایت نمیدونم صفحه منو دارید یا نه. من هنوز ندارم، نمیدونم عزیزان شاید داشته باشه. منو دوستان صفحه رو شما دارین؟ بسیار جالب بود که دقیقاً درآمد افرادی که حالا CFA دارن چه لول 1 چه لول 2 تو موقع شغلی های مختلف، اون هم تو هر کشوری، حالا کانادا یا دبی یا کشورهای دیگه، درآمدشون بالای 200,000 دلار بود. خب و این خیلی جذابه برای یک شخص که هم برای CFA اقدام بکنه هم درآمد خیلی خوبی داشته باشه. کلا رنج بالای درآمد 100,000 دلار تو خارج از ایران رنج درآمد خیلی خوبی محسوب میشه. مثلا 50-60,000 دلار یک درآمد معمولیه دیگه. مثلا 100,000 دلار بالا خب اصولا شغلای سرمایه گذاری واسه همین تو دنیا خیلی تقاضا داره. مثلا شما تو آمریکا میبینید که کسایی که اصولا بعد از دوره لیسانس ازشون میپرسید چه شغلی میخوان، همه میگن مثلا شغلای مالی و سرمایه گذاری. دلیلش اینه که خیلی شغلهای پولسازیه دیگه. حالا تو دبی هم همینطوره، تو کانادا هم همینطوره. خیلی شغل‌های بازار کار خوبی داره و همچنین خب پولای خیلی خوبی هم شرکت‌ها میدن. ولی من خودم بیشتر اینش برام جذاب نبود که میتونم با شرکت سرمایه‌گذاری بزنم، جالب بود. ولی خب طبیعتاً این بحث استخدامش هم خیلی جذابه. دکتر سلیمانی تو ابتدای گفتگوتون اشاره کردین، ولی ممنون میشم بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنید که خب ما قراره تو CFA دقیقاً چی یاد بگیریم؟ چه چیزی به ما CFA یاد میده که بتونیم از علمش استفاده کنیم و درآمد بالای 100,000 دلار داشته باشیم که اصلا یک
مبلغ زیادیه. میشه یکم بیشتر راجع به سرفصل‌ها و مباحث CFA بهمون توضیح بدین؟ ببینید CFA خب کسی که میخواد مدرکش رو بگیره، کلا علم CFA اون چیزهایی که تو کتاب‌هاش هست، اون چیزی که ارائه میده کل حوزه سرمایه گذاری رو کاور میکنه. CFA لول 1 و لول 2 کتاب‌ها شبیه همه، یعنی کتاب جدیدی نداره مثلا شما یک درس جدیدی اومده باز کرده. شما تو CFA لول 1 و 2 اقتصاد رو کامل یاد میگیرید، یعنی از اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، تاثیر سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، خیلی موضوعات گسترده‌ای رو داره. و بحث دیگه‌ای که به نظرم خیلی جذاب و کاربردی بود برای خودم بحث تحلیل سهامه. تحلیل سهام ساده نه، مثلا شما تو CFA لول 1 ارزش گذاری سهام یاد میگیرید، تو CFA لول 2 کلی متد ارزش گذاری میاد میگه و تحلیل سهام، حالا چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی. دیگه بحث آشنایی با اوراق قرضه، تحلیل اوراق قرضه رو داره CFA لول 1 و 2 کتاب فیکس اینکامش. دیگه که بحث کوانتیتیتیو متد داره، ابزارهای کمی، آمار و احتمال و دیگه ارزش زمانی پول، حالا رگرسیون و بحث‌های سری بحث‌های ای آی داره. این قسمتش خیلی واسه یک سری از عزیزان کاربردیه که تحلیل تکنیکال هم یه کوچولو توی این داره. و کتاب دیگه که هستش اصول حسابداریه. حالا اصول حسابداری که مثلا کتاب ایران نیستش، بهش میگن FRM که Financial Reporting Management، که این میاد راجع به صورت‌های مالی صحبت میکنه، راجع به اصول حسابرسی IFRS و گپ صحبت میکنه که برای اروپا و آمریکا هستش. بعد کتاب کورپوریت فایننس داره که در رابطه با بحث مالی در داخل شرکت ها هستش، شما چجوری میتونید مدیریت مالی کنید داخل شرکت ها. کتاب پورتفولیو منیجمنتش خیلی کاربردی، یعنی بچه‌ای که وارد شرکت میشن CFA هم ندارن، من کتاب پورتفولیو منیجمنت لول 1 و 2 رو مجبورشون میکنم بخونن، چون خیلی کاربردیه، چه از لحاظ کار کردن، چه از لحاظی که واقعا شما بخواید جای استخدام بشید ترکیبش با هوش مصنوعی خیلی جالب میشه. دیگه اینها کتابای کاربردیش. حالا مثلا این کتاب اخلاق داره، کتاب خیلی هم درسش سخته که من مثلا کتابش تقریبا 200 صفحه است، 300 صفحه است، ولی یه پیچیدگی داره که به نظرم کسی که نمیخواد مدرکش رو بگیره دلیل نداره اون رو بخونه. یا اینکه مثلا کتاب آلترناتیو اینوستمنت داره، اینا راجع به لول 1 و 2 صحبت میکنم. CFA لول 3 کلا فرق داره، یعنی کتابایی که بیشتر تو حوزه مدیریت سرمایه گذاری میچرخه، خیلی به بحث دیگه اقتصاد و اینا کاری نداره. یه کتاب اقتصاد داره که خیلی سنگین نیستش، ولی CFA لول 3 در رابطه با بیشتر کانسپت ویلث منیجمنت و اینوستمنت منیجمنت، مثلا اینوستمنت منیجمنت در بازار سرمایه، در بازار بورس، اینوستمنت منیجمنت در بازار اوراق قرضه و اینجور موارد هستش که کلا میام یک پکیجیه که یک مجموعه ای هستش که شما هر سوادی که تو حوزه مالی بخواید رو بهتون میده. خب در این صورت CFA چقدر میتونه به کسی که تریدره کمک بکنه یا کسی که هدفش مهاجرته؟ خب این دو تا مقوله جداگانه است، بحث ترید و بحث مهاجرت. تو بحث ترید خب خیلی از عزیزان، من خودم تریدر بودم، یعنی الان همه فکر میکنن که مثلا من از اول رفتم CFA خوندم، این مسیر تحصیلی رو دنبال کردم بعد اومدم تو بازار مالی. من دقیقاً برعکس بود، اول ترید کردم، ضرر کردم، بعد سنم هم کم بودش، چالش داشتم، مثلا هر چی کتاب بود میخوندم بهش نتیجه خاصی نمیرسیدم. و وقتی وارد CFA شدم چند تا نکتهش خیلی بهم کمک کرد. اینکه سواد اقتصادی که CFA میده، شما میتونی کل بازارها رو تحلیل کنی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ بک کار، یعنی خیلی به تکنیکال توجه نمیکنه. تو بحث تحلیل سهام خیلی کمک کرد. تو بحث پورتفولیو منیجمنت مثلا شما یک سری اصول دارید که مثلا میگن که ما اهرم اینقدر میزنیم، استاپ لاس رو اینجا میذاریم. کلا اصول مدیریت پورتفولیو CFA یه چیز دیگه است. کلا یک سری ابزارها میده که خیلی به کسی که تریدر کمک میکنه. منظورم از تریدر کسی نیستش که اسکالپ میکنه، کسی نیستش که مثلا دی ترید میکنه. این افراد خب اصلا فضای ذهنیشون یه جور دیگه است و مدت هاست که این روش ها منسوخ شده است. ولی کسی که میخواد تو بازار مالی حرفه‌ای کار کنه، بعد یک نگاهی به اقتصاد داشته باشه، بتونه اقتصاد رو تحلیل کنه، آیندهش رو بتونه، سهام رو تحلیل کنه، بتونه بازار اوراق قرضه رو بشناسه، از این جهت خیلی علم عملیاتی میده عملا CFA. یعنی شما
میتونی ازش باهاش کار کنی و حالا اگر هم کسی نخواست مدرکشو بگیره خیلی نیازه که آدم بفهمه که اصلا این مارکتی که توشه بر چه اساسی خب حرکت میکنه، مثلا طلا بر چه اساسی حرکت میکنه، بورس بر چه اساسی حرکت میکنه، مثلا چرا کریپتو میریزه، چه بحث چه مالی بهش میگن مالی رفتاری، اون چه الگوهایی اتفاق میفته که الگوهای روانی در حقیقت واسه آدم‌ها که یک بازاری میریزه یا رشد میکنه. این بحث واسه تریدر هاست و در رابطه با حالا بحث این که بخوان مهاجرت هم کنن و بحث این که مدرکشو بگیرن برن تو بانک ها استخدام بشن و اینا هستش. یک نکته هم راجع به تریدرها به ذهنم رسید بهتون بگم. من خیلی میبینم مثلا میگن ترید بانکی، ترید مثلا اینفورمی. شما الان خودتون برید تو لینکدین ببینید بانک ها کسایی که مدرک سی اف ای دارن استخدام میکنن، اصلا مدل هاشون یه جور دیگه است. اینا دارن از این ابزار استفاده میکنن، یعنی واسه استخدام و اینها هم خب از این اصول CFA شما تجربه داشته باشید توش خیلی بهتون کمک میکنه. واسه مهاجرت هم، یعنی کسایی که میخوان مهاجرت کنن هم CFA از 3 جهت خیلی کمک میکنه به نظر من. اینو تجربه خودمه. یکی این که شما میخواید مهاجرت کنید، الان مثلا خیلی رفتن دبی، خیلی رفتن کانادا، اصلا کاری ندارن اونجا، نمیدونن با پولاشون چی کار کنن، کسب و کاری ندارن. CFA دانشش به شما کمک میکنه که بتونید توی اون شرایط حداقل سرمایه خودتون رو مدیریت کنید. یعنی مثلا بگید که من الان بعد ملک بخرم، الان بعد مثلا برم تو بازار سهام کار کنم، چون توی این کشورها بازار سهام یک چیزیه مثل مثلا دلار. دیدید واسه ما چجوریه؟ دیدید مثلا طلا چجوری میخریم؟ بازار سهام دقیقاً همین فرمیه. علم اون مارکت رو یاد میگیرید با CFA که بتونید مثلا حداقل خودتون کار کنید. بدون علم خب نمیشه کار کرد دیگه. این استفاده اولیه که خیلی از افرادی که الان کانادا هستن و من باهاشون صحبت میکنم، کلاینتای ما هستن، دقیقاً به همین نیت اومدن تو فضای CFA. اصلا نمیخوام مدرکشو بگیرم، فقط اومدن که وقتی دارن مهاجرت میکنن بتونن توی اونجا از این استفاده کنن، سرمایه‌شون رو مدیریت کنن. مثلا برن با قرضه بخرن، برن مثلا سهام تحلیل کنن، پورتفولیو واسه خودشون بچینن، درگیر این نشن که الان پولمو چیکار کنم، چون اونجا ابزار هست. کار دومی که خیلی به CFA به مهاجرین کمک میکنه، بحث اینه که شما با CFA میتونی شرکت سرمایه گذاری بزنی اگر مدرکشو داشته باشی. نداشته باشی هم خیلی سخته، ولی خب داشته باشی خیلی بهتره. شما میخوای بری مثلا خارج کسب و کار راه بندازی، میگی اوکی من شرکت سرمایه گذاری میزنم، تبلیغات میکنم، براش مشتری میگیرم. و مارکت سرمایه گذاری هم اینجوریه که درسته مثلا 100 تا رقیب هستن، مثلا بلک راک هست، ونگارد هست، ولی شما هم باز پولتو در میاری، خوبم در میارید، به خاطر اینکه مارکتش خیلی بزرگه. همه آدم‌ها هم توی آمریکا، کانادا، اروپا، دبی میدونن که باید سرمایه گذاری کنن. مثلا که ما میدونیم باید بریم پیش پزشک، اونم میدونن باید سرمایه گذاری کنن. حالا هر چقدر هم که تعداد پزشکای ایران زیاد بشه، بازم کسی که پزشک میشه درآمد داره. این هم همینه، بازم شما وقتی شرکت سرمایه گذاری می‌ذاری درآمد داری. حالا شاید مثلا در حجم بلک راک نباشه ولی دارید. اینم بحث، یعنی بحث اینه که شما خودتون میتونید کار کنید. یه دونه بحث ثبت شرکت، یه دونه اینه که واقعا خب الان نشون دادیم دیگه، میتونید کسایی که مهاجرت میخوان کنن با فضای CFA در شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در بانک‌ها و یک سری شرکت‌ها، یعنی کلا شرکت‌ها به عنوان مسئول مالی مدیر سرمایه‌گذاری استخدام بشید. شرکت‌هایی که یه ذره حجمشون بزرگه از افرادی که CFA دارن استفاده میکنن به عنوان مشاور مالی، به عنوان مدیر مالی، چون که CFA هم مثلا کتاب کورپوریت فایننس داره، یعنی مدیریت مالی شرکتی داره که شما میتونید در شرکت‌های مختلف به عنوان مدیر سرمایه‌گذاری، مدیر مالی باشید که اصلا تو کتاب کورپوریت فایننس کلی راجع بهش صحبت میکنه. و این هم پوزیشنیه که واسه افرادی که نخوان تو حوزه سرمایه‌گذاری کار کنن میتونن تو خارج از کشور فعالیت داشته باشن و درآمد خوبی هم داره. از این 3 جهت به مهاجرین به نظر من کمک میکنه. خیلی هم عالی. در این صورت تریدری که بخواد بنیه تحلیل خودش رو قوی بکنه، یا کسی که بخواد یاد بگیره چطوری سرمایه خودش رو تو فضای بورس‌های بین‌المللی حالا یا بازارهای مالی دیگه مدیریت بکنه، خیلی راحت میتونه وارد CFA بشه و علمش رو یاد بگیره تا اصولی اقدام بکنه. درسته؟ دقیقاً. ببینید CFA اینجوری نیستش که شما مثلا واردش بشید
بخوای حتما بری مدرکشو بگیری. خب اصلا مدرکش هم یک سری نیازی نیست بگیرم. مثلا یک فردی هست با اینکه رنج سنی CFA بالای 40 سال، یعنی 42 سال و نیمه تقریبا، افرادی که CFA اقدام میکنن دارن، افراد کوچکتر که خیلی بهتره بگیرن. انا خیلی خب ولی سنشون هم بالا باشه مسئله نداره، ولی خیلی ها اصلا وارد CFA میشن من بهشون پیشنهاد نمیکنم مدرک بگیرن، چون شما دلیل نداره مدرکشو بگیری وقتی میخوای خودت کار کنی. من میخوای خودت نشون بدی مدرک داری، فقط علمشو یاد میگیری. شما مثلا علم CFA یاد بگیرید، اصلا برید CFA لول 3 هم یاد بگیرید که بتونید استفاده کنین ازش. چون در نهایت این جمله که میگم خیلی مهمه، تعریف سواد رفته به این سمت که شما باید یک علمی رو داشته باشید، دانشی رو داشته باشید، بتونید در عمل ازش استفاده کنید برای کسب درآمد، برای ارتقا. این تعریف سازمان ملله و الزامی نداره مدرک بگیرید. خب شما استفاده کنید، بنیه تحلیلیتون قوی شه، یک اصول بین‌المللی یاد بگیرید، باش کار کنید. حالا مثلا یک برنامه‌نویسی که مثلا دیپلم داره، مگه این آدم برنامه‌نویسی نمی‌کنه؟ اتفاقا خیلی هم موفقن، خیلی هم خوبن. این هم همینه. شما مثلا فکر کنید علم CFA یاد بگیرید، حالا مدرکشو ندارید. یعنی الزامی مدرک گرفتنش نیست از نظر من. الان خیلی از بچه‌ها که تو شرکت کار میکنن، خب مدرکشو من گفتم شما الان نرید مدرکو بگیرید، الان تمرکز رو می‌ذارید رو عمل، چون در نهایت اون عمل است که شما قراره پول در بیارید. اونم بخونید، بلد باشید، یه سال دیگه برید مدرکشو بگیرید، اصلا نرید بگیرید. واسه کسی که نمیخواد حرفه‌ای تو فضای مالی کار کنه مدرکش الزامی نداره، ولی دونستنش الزامی هست. فقط یه سوال اینجا بر من ایجاد میشه. خب اگر من یاد بگیرم از CFA چطوری استفاده کنم، این چقدر زمان بره؟ یعنی چقدر طول میکشه که من بتونم یاد بگیرم بیام تو فضای بازار مالی کار بکنم، بیام حداقل سرمایه خودم رو مدیریت بکنم؟ متوجه هستم. ببینید CFA خب کتاباش زیاده و یک سری هم هستش زوائد داره. زوائد منظورم نیستش که به درد نخوره. مثلا کتاب داره، کتاب توی کتاب دریوتیوش شما یه قسمت آپشن دارید، ارزش گذاری آپشن ها، اختیارات معاملات اینها. یا مثلا توی لول 2 حالا ارزش گذاری آپشن هست، توی لول 1 بحث خود، تو لول 3 ارزش گذاری مسکن هست. خب شما به عنوان کسی که میخوای تو بازار مالی کار کنی، حقیقتا ارزش گذاری آپشن به دردت نمیخوره. یعنی من که الان از زمانی که CFA هم تموم شد دیگه اصلا به ارزش گذاری آپشن رجوع نکردم. مثلا متد بلک هولز برای ارزش گذاری آپشن، خب یکی از بچه‌ها ازم پرسید، گفتم واقعا این الان برات کاربردی نیست، اصلا دنبال چی داری میگردی؟ یک سری زوائد این فرمی داره که شما اون زوائد رو نباید یاد بگیرید که من بهتون میگم چی یاد بگیرید چی یاد نگیرید. ولی اگه میخواید متمرکز کار کنید، یعنی صرفاً برای اینکه تو بازارهای مالی موفق بشید، زمانی که مثلا شما نیازه برای مطالعه بذارید 3 ماه 4 ماه، حالا با توجه به تا 6 ماه بیشتر عمل میخواد، یعنی بخونید عمل کنید، بخونید عمل کنید. ولی اگه میخواید واسه آزمونش شرکت کنید، خب مثلا کتاب کوانتش باید بخونید، ولی شما تو بازار مالی میخواید کار کنید کتاب کوانت اصلا نیاز نداره بخونید. حالا مثلا یک سری مفاهیم مثل واریانس و کوواریانس و اینا رو آشنا بشید، ولی واقعا مثلا مسائلی مثل فرضیات، حالا بحث فرضیه که تو آمار هست و تو لول 2 بحث رگرسیون هست، خیلی بهتون کمکی نمیکنه. من بیشتر چیزی که اعتقاد دارم اینه که آدم هدفمند مطالعه کنه دیگه. شما میخواید کاری انجام بدید، خودتون تو شرکت دیدید میگن میخوای کاری کنی و الان برو مطالعه کن دربارش. CFA اگر اینجوری نگاه کنید اتفاقا خیلی پیچیده نیست، خیلی سخت نیست، خیلی اوکیه، یعنی قابل فهمه. ولی یه سری‌ها میان پیچیده میکنن، مثلا میگن میخوام کتاب کوانت رو بخونم، اخلاقیات رو بخونم، خب از اون پولی الان در نمیاد. با این نگاه این فرمیه. ولی اگه میخوای مدرکشو بگیری، خب سوال میاد دیگه، قطعا باید بخونی، قطعا باید بلد باشی و استفاده هم میشه گاهن توی شغل ها تو اینها. پس یعنی اگر من بخوام در واقع اون مباحث اصلی که بهم کمک بکنه تو عملیات درست اجرا کنم و در نهایت بتونم راحت پول در بیارم، حداقل 4 ماه زمان میبره که شخص باید روزانه حداقل 3-4 ساعت بهش وقت بذاره دیگه، درسته؟ نه 3-4 ساعت نه، بین 1 ساعت تا 2 ساعت مطالعه و عمل. یعنی مثلا مطالعه که میگم زبون فارسی خیلی راحت و عمل کنه، تحلیل کنه، کار کنه و بستگی به توان فرد داره. مثلا شما از 2 ماه 3 ماه اینجوری یک زمانی میبره که شما درک کنی اون فضا رو، بعدش دیگه آپدیت کردن خودت و تجربه است.
ولی من همیشه سعی میکنم متمرکز عمل کنم دیگه، بگم که خب الان شما به این چند تا مورد نیاز دارید، این چند تا مورد رو یاد بگیرید اوکیه. در این صورت خب تو دوره CFA دقیقا شما چه مباحثی رو آموزش میدید که ما بتونیم عملا یاد بگیریم خودمون هم کار بکنیم؟ تو دوره CFA که حالا ما برگزار میکنیم و بعدش خیلی از افراد رو استخدام میکنیم، مثلا دلیل اینکه این دوره هستش خودت هم میدونی دیگه، اینکه بیاین افراد وارد شرکت کنیم و هر چیزی که عملیاتی نیاز باشه آدم‌ها یاد بگیرن رو ما تو دوره میگیم. از حالا بحث‌های پورتفولیو منیجمنت که چون میان تو تیم پورتفولیو منیجمنت، بحث‌های آینده پژوهی، بحث تحلیل سهام و صنعت رو خیلی عمیق کار میکنیم که دوباره بچه‌ها عملی هم دقیقاً میرن همون کار رو انجام میدن. یعنی اینجوری نیستش که یه چیزی یاد بگیرن برای کار دیگه کنن، همون کاری که خودمون تو شرکت روتین انجام میدیم. بحث تحلیل اقتصاد و بحث‌های این سری بحث‌های AI داریم که انجام میدیم توی دوره، بحث IPS Investment Policy Statement و بحث‌های مختلفی هستش که توی دوره داریم که چیزی که من خیلی برام مهمه اینه که آدم‌ها بیان عملی کار کنن. یعنی این عملی کار کردن خیلی اهمیت داره و بعدش خب اون اتفاق میفته. خب یعنی یه سری افراد هستن که اصلا هیچ تجربه کار تو بازارهای مالی نداشتن، شاید تکنیکالی کار کرده باشن ولی بحث تحلیل اقتصاد رو بلد نبوده باشن. این دوره میتونه به اون اشخاص کمک بکنه، کسی که نقطه صفر و علی بلد نیست. آره چرا که نه، چون که حالا تحلیل تکنیکال رو شما یاد گرفتیم اون بحث دیگه است، ولی توی فضای دوره ما کامل راجع به این نکات صحبت میکنیم که شما چه چیزهایی رو باید واسه اینجوری نباشه که مثلا بعد یه چیزی بلد باشی بیای تو دوره. اصولا کسایی که میان خیلی جالبی مثلا بیان توی آموزش‌های ما اینجوریه که میان توی دوره و میگن ما قبلا رفتیم اینجا اونجا اینا رو کار کردیم جواب نده بعد اومدیم پیش شما. خیلی ها اینجوریان، ولی کسی هم که از صفر باشه اتفاقا خیلی بهتر، یه سری اشتباهاتو نکرده. خیلی هم عالی. فقط یک سوالی وجود داره، چه کسانی اصلا نباید برای CFA اقدام بکنن؟ ببینید کسایی که به نظرم خیلی میخوان اسکلپ کنن، خیلی به تفکرات دی ترید و اسکلپ کنن که مثلا من روزی $0.5 $1 در بیارم، اصلا CFA براشون کاربردی نیست. یعنی شما توی فضای حرفه‌ای سرمایه گذاری دنیا اینجوری نگاه نمی‌کنن. یا افرادی که خیلی علاقه‌ای ندارن واقعا یه علم درست حسابی یاد بگیرن، این افراد CFA به دردشون نمیخوره. ولی این اسکیل CFA، مهارتایی که یاد میده واسه هر انسانی تقریبا الزامیه که بتونه اشتباهاتی تو زندگیش نکنه، اشتباهات سرمایه گذاری. مثلا شما خیلی از شرکت‌های پانزی میان پولتون رو میخورن، حداقل این دانشو داشته باشید میدونید دیگه اینا پانزی ان. یا اینکه مثلا میخواید سهام بخری، میدونی چه سهامی بخری، وقتی مثلا بورس ایران بالا میره تو میگی خب این ریسک داره. یک سری کانسپت‌ها راجع به سرمایه گذاری یاد میگیری که بدونی واقعا چیکار کنی. یه آفر بهتون میدن، آفر کلاهبرداری یا هر چیزی، واقعا سرمایه تو از دست ندی. ولی خب یک سری افراد هستن که خیلی میخوان اونجوری کار کنن، واقعا به درشون نمیخوره. ولی عمده افراد براشون کاربردی هست، کاملا هم کاربردیه. و یک سوال آخر فقط در این زمینه که تا اینجا کار من متوجه شدم کسی که حتی نقطه صفر باشه ولی واقعا این انگیزه رو داشته باشه که بخواد عملا وارد فیلد سرمایه گذاری بشه، یاد بگیره چطوری سهام تحلیل بکنه، نرخ بهره رفت بالا، من چیکار باید بکنم الان، میتونه وارد CFA بشه و در واقع تو همین دوره‌های CFA هم میتونه شرکت بکنه، از نقطه صفر شروع بکنه. ولی یه سوال، استراتژی که شما برای برگزار دوره در نظر گرفتید چطوریه؟ یعنی دوره ها چطوری برگزار میشه؟ چیزی که وجود داره واسه حالا دوره هایی که ما در زمینه CFA برگزار میکنیم، همه من تک تک افراد خودم شخصا مصاحبه میکنم که سطح کلاس جوری باشه که آدم هایی که هدفمندن بیان. خیلی نکته مهمیه برام. و چیزی که وجود داره در این دوره ها، من هدفم این نیستش که اصلا آموزش بدم که صرفا آموزش داده باشم، چون کارم چیز دیگه ایه. مثلا کارم آموزش نیست، کارم سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه و مدیریت داراییه. دلیل اینکه این دوره ها رو برگزار میکنیم اینه که دانش آدم‌ها رو در زمینه سرمایه گذاری زیاد کنیم، که واقعا استخدام کنیم آدم‌ها رو. چون خیلی از بچه‌ها که داخل تیم هستن، خودت هم می‌بینی، از این طریق با ما آشنا شدن و اومدن. و
با این تفکر ما دورمون 3 تا قسمت داره که اینو تو تجربه بهش رسیدیم. یه قسمتی آنلاین هست، آدما میبینن، یک فهمی پیدا میکنن. قسمت دوم که خیلی مهمه، کارگاه‌های حضوریه که ما میایم عملی اون علم CFA کار میکنیم. تحلیل سهام انجام میدیم، تحلیل اقتصاد انجام میدیم، آینده پژوهی انجام میدیم، پورتفولیو دیزاین میکنیم. و مرحله بعد که اخیراً اضافه کردیم 7 روز کارآموزی در محیط شرکت، یعنی همه افرادی که شرکت میکنن و واقعاً امتیاز خوبی توی دوره میگیرن میتونن بیان تو فضای شرکت و تحلیل کنن، ما بهشون میگیم تحلیل درسته یا غلطه، یعنی اختصاصی بهشون میگیم، مثل کسی که انگار اومده پیش ما داره کار میکنه. تحلیل سهام انجام میده میگیم این تحلیل اینجوریه، پورتفولیو دیزاین میکنه میگیم اینجا پورتفولیوت اشکال داره، اینجا این فرمیه، اینجا رو اینجوری کن. و تو این اتفاق خیلی از افراد میان با محیط ما آشنا میشن، میان استخدام ما میشن بعد از این فضا، یا اینکه توی اون کارآموزی حداقل طرف متوجه میشه که باید چی کار کنه تو حوزه سرمایه گذاری، کجا داره اشتباه میکنه. چون شما این وقتایی هست میای یه چیز تئوری یاد میگیری، مثلا من میگم که خانم چاوشی شما برو سخنرانی کن، سخنرانی این اصولو داره، اینجوریه اینجوریه اینجوریه، ولی وقتی شما میری تو عمل اصلا میبینی یه چیز دیگه است، میبینی یه اتفاق دیگه ای داره میفته. و ضعفی که من توی آدم‌ها دیدم برای CFA عملی، صدای منو دارید؟ تصویرتون الان رفت. خب الان میاد. بحثی که هستش توی CFA عملی اینه که ما عملی کار کنیم. آقا شما میگی اینجوریه، شما میگی CFA کاربردی، بیا ازش پول در ببین، پورتفولیو دیزاین کن ببینم میتونی. این نکته مهمیه. و یعنی تو حرف شما خیلی وقتا من میگم براتون مثلا 300 ساعت دوره میذارم، ولی اینکه بتونی واقعا کار کنی خیلی مهمه. و اون آدمایی که کار کردی و انقدر بهشون اعتماد داشته باشی جذب کنی تو شرکت، دیگه تو بلدی، بیا تو شرکت من کار کن. هدف من دوره این بوده و این 3 مرحله رو داره و انشالله هم که عزیزان بتونن شرکت کنن، موفق باشن. و یک چیزی هم که خیلی من توی CFA برام مهمه اینه که افرادی که واقعا استعداد داشته باشن، مثل بچه‌هایی که توی شرکت هستن خیلیشون بورسیه می‌کنیم واسه خود آزمون CFA. یعنی یکی ممکنه هزینه آزمون CFA نداشته باشه، علمشو داره، ما کمکش می‌کنیم، ساپورتش می‌کنیم، هزینه آزمونشو میدیم بهش، آموزش‌های بیشتری در خصوص خود آزمون CFA میدیم، میره آزمونشو میره مدرکشو میگیره و با ما کار میکنه. و این ویژگیه که حالا ما توی دوره هامون توی شرکتمون پیاده سازیش میکنیم. بسیار. اگر سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم. سوالای من تموم شد. فقط اگر اجازه بدین، اگر دوستان سوال و ابهامی راجع به CFA داشته باشن بپرسن در حد یک چند دقیقه‌ای و بعد از اون در واقع در جلسه خدمتتون هستم. من در خدمتتون هستم. راجع به این همیشه توضیح بدید که کسی که بخواد برای CFA اقدام بکنه لازم مدرک دانشگاهی داشته باشه؟ اینو خیلی اتفاقا من تو چند تا مصاحبه هم کردم، خیلی دغدغه‌شون بوده. ببینید شما مثلا اینکه CFA لول 1 و 2 رو بگیرید که هیچی نمیخواید. الان مثلا خانم ماهتینا کاظمی دانشپذیر ما بوده، رفته CFA شو گرفته اومده، مثلا کاری نداره CFA لول 1 شو، حالا داره مثلا 2 و 3. و چیزی که وجود داره اینه که شما بعد از اینکه آزمون لول 3 رو میدید، میخواید CFA چارتر هولدر بشید، بهتون میگن که شما یا باید مدرک لیسانس داشته باشید یا 4 سال سابقه کار بعد از لول 3. و اون زمان شما یا اینکه لیسانس دارید ارائه میدید یا 4 سال سابقه کارم، خب الان مثلا 2 سال 3 سال طول میکشه تا اون موقع. شما یا واقعا وارد شرکت ما میشید کار میکنید، یا اینکه ما واسه یک سری از عزیزان این با شرکت نامه میدیم که آقا اینشون دارن با ما کار میکنن، همکار ما هستن و مسئله حل میشه. ولی توی لول 1 و 2 که اصلا این مسئله نیستش. ولی در کل باز دوره ما بتونیم شرکت کنیم، حداقل یاد میگیریم که عملاً چطوری وارد سرمایه‌گذاری بشیم. خیلی عالی. در چه زمینه‌ای باشه مشکلی نداره، در هر زمینه‌ای باشه اوکیه. اینو من در جانش اصلا مسئله‌ای نداره. بفرمایید. و سوال آخر در ارتباط با اینکه آیا فرد لازمه برای اینکه CFA بخواد اقدام بکنه زبانش اوکی باشه یا سابقه علمی داشته باشه؟ ببینید برای خود مدرک CFA شما کتاب انگلیسیه، بعد زبانت خوب باشه. خوب منظورم اینه که زبانت، و اگر یک سری عزیزان زبانشون خوب نبود من بهشون میگم که بهشون راهنمایی میکنم و حتی اساتیدی هم داریم که معرفی کنیم، مثلا
افرادی که تو زمینه CFA خودشون کار میکنن مثلا ذره زبان راهنمایی کنه، اون فضا رو ببرن جلو. ولی اتفاقی که میفته اینه که واسه شما این دوره نه ذات زبان بالایی نمیخواد، ولی واسه گرفتن مدرک CFA که هستش که شما میتونید، حالا ما طی دوره راهنمایی میکنیم که چی بخونید چیکار کنید و کلاس حالا اگه نیاز بود برید تعیین سطح بشید که این اتفاقا بیفته، مسئله نداره. بسیار عالی. و یک سوال آخر فقط این که این تحلیلی که ما تو CFA یاد میگیریم بیشتر به درد فضای سرمایه‌گذاری تو بورس میخوره یا اینکه نه تو بازار مالی دیگه هم کاربردی داره؟ ببینید وقتی شما سرمایه گذاری یاد میگیرید همه چی دارید یاد میگیرید. وقتی شما ریسک و ریترن و تایم هورایزن و چه میدونم یک سری معیارهای دیگه متوجه میشید واسه همه چیه. شما معیارهای مثل واریانس و چیزهای مختلف و میتونید رو طلا استفاده کنید، رو نفت استفاده کنید، رو استاک استفاده کنید، رو همه چی استفاده میشه. یا مثلا اقتصاد رو همه چی تاثیر داره. یا مثلا تو بازار کریپتو شما تحلیل بنیادی دارید که اصلا الان میاد تحلیل بنیادی و تحلیل آنچین در نظر میگیرن. ما یه تحلیل داریم، تحلیل استارتاپ که توی فضای CFA این هستش، یعنی هر چیزی که تو فضای سرمایه‌گذاری نیاز باشه رو یاد میگیرید و طبیعتاً تو کریپتو، تو بورس، تو همه جا کاربردی هستش. بسیار عالی. ممنون شما دکتر سلیمانی، ممنون که وقتتون رو خواهش گذاشتید و اختیار دارید. من 4 دقیقه زمان دارم، یعنی ساعت 1:15 جلسه دارم مثل همیشه جمعه ها 4-5 دقیقه زمان دارم. اگر باز هم سوالی هستش من در خدمتتون هستم. بسیار عالی. یک سوالی فقط وجود داره، این که چه کتاب‌های کاربردی شما تو زمینه CFA معرفی میکنید؟ چه دوره به این میکنید؟ ببینید تو زمینه CFA کتاب خود کتابای CFA هست دیگه، مثلا کتاب شویزر هم هستش که خلاصه کتاب CFA و کتاب مثلا کتاب کشف ثروت خودم خیلی خوبه، بهتون دید میده تو فضا. ولی کتابی که بگی مشخصا در حوزه CFA خود کتابای CFA بخونید خیلی بهتره. یه سوالی هم هستش که تفاوت CFA و CFA تو حوزه سرمایه گذاری هست کلا، یعنی اصلا برای سرمایه گذاری. CFT مدرک تحلیل تکنیکاله و شما با مدرک CFT خیلی نمیتونید در فضای بین المللی کاری انجام بدید، ولی CFA معتبرترین مدرک سرمایه گذاری، خیلی با هم فرق دارن. اون انجمن تحلیل تکنیکال آمریکا مدرکشو میده که مثلا شما میگه سواد تحلیل تکنیکال داری، CFA میگه این آدم کل سواد سرمایه گذاری داره. تفاوتش اینه. این هستش. اگر حالا بازم سوالی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. غیر از بانک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کسی که حالا دوره CFA گذرنده باشه یا CFA داشته باشه چه موقع شغل‌های دیگه میتونه داشته باشه؟ گفتم فکر می‌کنم تو بحث مدیریت مالی، تو بحث مالی شرکت هم مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف هم بتونه وارد بشه و کار کنه. و کتاب‌های CFA رو گفتن خود کتاب اصلیش مهمتر یا در واقع اینا بستگی داره، اینا بعد بیشتر تو دوره راجعش صحبت کنیم، ولی هر دوتاش خوبه. بسیار راجع به دیتیل اطلاعات هم حالا هزینه و اینا میپرسن دیگه، اینا رو خودتون هماهنگ کنید، به نظرم بهتره. خسته نباشید. من میرم، حالا شما هستید میتونید سوال عزیزان جواب بدید. خسته نباشید. خدا نگهدارتون باشه. امیدوارم که از این جلسه عزیزان لذت برده باشم، بتونم تونسته باشم کمک کرده باشم بهشون. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدارتون باشه. بسیاری دوستان، اگر در زمینه برگزاری دوره هم یک سوال و چالشی دارید، شما میتونید یا تو گفتگوی اختصاصی شماره تماستون و اسمتون رو برام ارسال بکنید که من هماهنگ بکنم مشاوران CFA باهاتون تماس بگیرن، یا که میتونید از طریق این شماره واتساپ ارتباط بگیرید که کارشناسان CFA باهاتون تماس بگیرن که اگر سوال و ابهامی در زمینه دوره CFA داشته باشین سوالاتون برطرف بشه. بنابراین در گفتگوی اختصاصی شماره تماس و اسمتون رو ارسال بکنین اگر میخواید که مشاوره CFA دریافت کنید و راجع به دوره CFA بیشتر بدونید.
و یا اینکه میتونید از طریق شما واتساپ با ما در ارتباط باشید. بسیار عالی. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون باشه.